سلامونه او نیکی هیله درنو لیدونکو خوشاله یم چې بیا هم زه عبدالحسیب سنگزی له یو نوي ریپورت سره ستاسو په درانه چوپړ کې یم. ګرانو مینوالو نن موږ راغلي یو د مرادخاني سیمې ته. په دې سیمه کې د موږ محترم صنعتکاران مصروف دي او کار کوي او موږ وغوښتل نن راسو او په دې بازار کې یو ښکلی خوندور ریپورت تاسو ته تنظیم کو. په لومړي سر کې راځو دلته د آهنګري برخه ده، د آهنګري دوکان ده. دلته تبرونه تیشې لکه دا وسایل زراعتي وسایل جوړیږي او له دې ځایه خلک اخلي او ښه ګرم بازار لري. موږ وغوښتل نن راسو چې څنګه دا شی تنظیمیږي، څنګه جوړوي، څومره وخت کېږي دا دوکانونه فعال دي او دا بازار په کوم نوم مشهور ده. له موږ سره ملتیا وکړئ. کمرې کې راځئ. سلام برادر. سلام، خوب هستی؟ صحتمند؟ خیرتی؟ تشکر، زنده باشی. چی حال احوال؟ خیر خیرتی. نام مبارک. اسم من زبیب الله. مزاحم کارت نشم؟ نه خیر. کار که آمد خودت مصروف کارم شو. صحیح درست است. صد داری ان شاء الله. شکر، زنده باشی. چطور کاروبار بخیر؟ والا کاروبار خوب است دیگه. از وقتی که امارات اسلامی اومده دیگه یک ذره در کارا تغییر آمده. بلکه در کارهای ما تنهایی در کارهای همه شرمنده کارگر هستند، در کارهای از یا تغییرات آمده. صحیح. خرید فروش چی گونه است؟ قیمت ها به مون نرخ یا پایین آمده؟ والا قیمت ها نه، قیمت ها بلند رفته. قیمت ها هر چیز بلند رفته. دلار از دلار بلند میره، کل چیز قیمتش بالا میبره. بله دقیقاً. بیا امید به خدا کنیم مشکلات حل شود. چقدر وقت میشه اینجا کار میکنی؟ مدت 15 سال است که من در این دکان کار میکنم. 15 سال شغل هستم. بله. صحیح. همه چیز دسترسی داری، یاد داری؟ با همه چیز دسترسی دارم، شکر الحمدلله. استاد کارتون؟ استاد کار ما حاجی صاحب خلیل. حاجی صاحب خلیل. او چقدر وقت میشه واسه مدت 50 سال میشه کار میکنه. 50 سال. بله. صحیح. موفق باشین ان شاء الله، به کارتون برسید. تشکر، زنده باشین. در خدمت هستیم. قربان. بخیر باشین. بینندای عزیز شما ببینید که صنعتکارا اما کار کمش 15 سال میشد که در دکان مصروف کار بودن، کار میکنن. اینجا دوست دیگه ماست که فکر کنم استاد کار است، امروزشون صحبت می داشته باشیم. سلام بیادر. سلام علیکم. خوب است ان شاء الله؟ شکر. صد داری؟ فضل خدا. نام مبارک. شفیع الله جان. چقدر وقت میشه بخیر کار میکنی اینجا؟ یک 16-17 سال میشه. 16-17 سال. امروز بیادر یک جای بله، بچه کاکای من. خوب بسیار خوب. بلد هستی خودت در کار؟ ها، در هر کار بلد است. این مرحله داره یا چه قسم اول مثال چکش میزنی بعد از او باز اول ویجا کار کردیم، ودان زدیم، باز خلیفه شدیم. کوئی بیادر ما دیگه نوکار است. هر چی سرش کوشش میکنم یاد بگیره، یاد نمیگیره. بیا خدا مهربان. چه وقت میشه آمده؟ یا از دیگه خورترکی سمیجا کار میکنم. خانموجا ودان میدونم. خب این کار یاد گرفته تا باله؟ نه بابا، غیر ودان زدن عبورا میتونش مهم بگی نمیگیره. بیا توکل به خدا یاد میگیره. مزاحم کار شما نشد؟ نه چی مزاحم؟ چی چیزا رو میسازین شما؟ تبرزین. صحیح. دیگه تبر تیشه می هر چی که بخوای برای جور میکنی. امی هر چی که خواسته شما میسازید. کار دست دیگه. اینجا در بهار باز گرمی نمیاد؟ در بهار کنم یا نه گرمی کردیم. زمستان خو گرم. صحیح. باز مردم خرید فروش چی گونه است؟ خوب است یا؟ خوب است. قیمت است والا. کل چیز قیمت شده. هوین، زغال. بله. اینا برق ما را خونه میگی. برق دیگه چیزا کلش والا بلند. بیا توکل به خدا کنه مشکلات حل شود بخیر. لا یومی. با کارتون برسین ان شاء الله که دوستاس اجازه خواهد. اجازه. بخیر باشه. بینندای عزیز شما ببینید کار دشوار است. هر کدامش 15 سال 10 سال تجربه کم از یاست و میریم امروز استاد صحبت میکنیم که بیش از 50 سال میشه که در دکان کار کرده و فکر میکنم که تاسیس دکان خود کاکا انجام داده. همراه ما باشین. سلام کاکا جان.
خوب است انشالله. بخیر باشین. بخیر باشین. صحت داره انشالله. بله آقا. نام مبارک حاجی صاحب. حاجی خلیل الله. خلیل الله. فرزند حاجی حبیب الله. بسیار عالی. نامتان مشهور است در بله آقا. دوستا گفتن که بیش از 50 سال میشه که اینجا کار میکنه. بله آقا 50 سال شد که یک سابق در آنگری شوربازار پاوی در امثال کوچه آنگری و فعلا اینجا در تقریبا 26 سال شد دیگه. 25 سال. 26 سال اینجا متباقی بوده بود. صحیح. پدر ما پدر کلان ما. خب بسیار عالی. از این کسب که پدر کلان شما؟ بله آقا عین از پدر کلان ما زمان امیر شیرعلی خان. بله. چند سال عمر دارین پدر جان؟ 72. 72 نام خدا. حالا من میبینم که با بلند کردن این چندش نام خدا تکل است ما. این از برکت کار از برکت اسلامیت ما. دقیقاً. این وقت نماز کلی چیز میخوانیم. چطور کاربار باز خوب ان شاء الله؟ چیزی که از جانب خدا مقرر است اونم میره. ما شکر میکنیم. آدار باز. شکر. یاد نیستیم دیگه نیستیم اینم بسیار خوب. در این شرایط دیگه قاطی و قیمتی است و هم از جانب خدا. دقیقاً. و هم از شامت نفس خود ما. دقیقاً. اگه نه چرا یک تحول میایه باید کماهونه ببینن که امرای ما کافرها را به چیز میکنن دیگه به حساب بد میکنن. آخو اسلام خوش ندارن. هیچ وقت کافر دوست مسلمان نمیشه. از اول تاله. دقیقاً. این را قرآن کریم خودش وضاحت داده این مسئله را که هیچ وقت دوست شما نمیشه. و ما تاکید میکنیم به این که بیاین خود ما یکم به اسلامیت خود و انسانیت خود عمل کنیم. حتما در اعمال ما کدام مشکل آمد درسته؟ در اعمال ما خود طبعا مشکل است. چی نکردیم مسلمان چی نکرد؟ از اول انقلاب حاله. بله. بیادبی بسیار ما. زنا به اوج خود رسید، لواطت به اوج خود، قمار به اوج خود، مربادی تکجنگی در کدام اسلام بود؟ یک قوم لوط علیه السلام اون لواطت بود مگم خداوند چه رقمش کرد؟ اینمیم غضب خداست که سر ما نازله. اگه نه چرا؟ اسلام هستیم کلمه میخوانیم امت پیغمبر هستیم بنده خدا هستیم هم چرا این کار کرد؟ فعلا تجارای ما رو ببینین که آرد به کدام رسیده؟ اگه نه چرا؟ خب این گپ دلار است نیست اینجا خب با گپ دلار پیدا می چرا دلار یک دم بالا رفت نه 7000 بود چرا یک دم در 15000 و 10000 هم یالم 10000 دقیقاً 10020 دا خلاص خودتان اون فکر ده توکل به خدا. این شاگردا از خود است یا هم شاگردا از خود است یا هم بچه مسوام و هم اون بیادر دادیم ماشاءالله. خانواده میخواین یک جای فرهنگ ادامه بدید؟ بله ادامه دادیم مگه کلی وظایفات ولی کسب خوب ما است یک صنعت کار خوب است آدم پیشه هم داشته باشه. والله خواهد دیگه خب آدنال پدر ما می کار ما هم نمگنه خود ما هم 12 خواندیم بیادرای ما هم خواندم مگم کلشون انگر است اینجا دکانای بالا ما هم ما بیادر ما حتی یک بیادر ما پانتون خوانده مگم اون حالا انگره. من میگم که کسب و کار در هر جای به درد میخوره در پالوی علم و اگه علم هم داشته باشی در پالویش کسب و کار هم داشته باشی بسیار خوب. دیروز یک خاطرگه دیروز اینجا کس آمد وقت نان بود چهارآسیا بود گفتم چی میکنی؟ سابق مامور بود در دولت. گفت نمک فروشی میکنم. فعلا از این چهارآسیا نمک بار میکنم در شهر پایم هم درد نیست. همین جای شکر است که روزی حلال پیدا میکنه و مردم هنوز شکست زندگی را نپذیرفتن مبارزه میکنن با زندگی. اگر فکرتان باشه به یاد شما نمیاد در وقت نجیب وقتی که سقوط کرد دکتر نجیب حضرت صاحب آمد آرد ارزان شد. اول آرد در 50000 رسیده بود و مردم میگفت که اگر این قسم تحول نمی ما 50000 قبول داشتیم نه این رقم خانه جنگی مجاهدین نو کامل نه جنگ و جدال مگم حالم شکر است 1000 بار میش او یک نفر در سنگ نوشته کرده که ما در یک رپا 2 تا زن نگاه کردم تو حال بیا ببین که مردم داد دادن نگاه میکنه در یک رپا نه شرایط است دیگه نصیب حل میشه ان شاء الله خدا کنه مشکلات حل شود حل میکنه نمی مردم ما ان شاء الله تا ما خود ما به اتفاق هستیم. صحیح 520 سال پیش صلاح الدین ایوبی صاحب امپراتور اسلام بود. بله ببینید این وقتی که فرانسه را تسخیر میکرد پادشاه فرانسه را اسیر آورد پادشاه فرانسه را اسیر گرفت بعد از چند مدت اعلام پس مملکت های کفری شرقی و غربی کفری منطقه جلسه کردن که ما مسلمان ها را چه رقم چک گفت بین خودشان به اتفاق 20 روز جلسه دو بین خودشان به اتفاق نام یکی را هزاره مانده یکی را ازبک مانده اگر نه یک اسلام عقیده هتلر
عقیده هتلر وقتی که کل جهان تسخیر میکرد داشت عقیده از اون طور بود که یا کل مملکت کافر، کل مملکت های دنیا کافر یا کل مسلمان. بله. مگه مورا نماندن برمانش نه عقیده از اما اونم بین خود ما اوناله حالا که فلانی پشتو زبان دیش، فلانی افغان دیش، فلانی اعتراضونه بین خود ما جنجال جور شد. کل یک اسلام، یک پیغمبر، یک کلمه کل. اسلام میگه که ما به طرف مومنین میبیدم، بیشتر آیات به مومنین ذکر شده یا یادآوری شده. بله بله. نگفته که من فلان قوم ارجحیت میتونم و این مسائل گفته. دمی بغل بانک پیشروی بانک وزارت علیه سابقه نه چارای پر اوجا نوشته است که اسلام هیچ قوم قبول نمی یک قوم. اون میال کلان لاوا از طرف امارات نوشته که ما تو میخوانیم میبینیم از امور می دیگه صحیح دیگه ما کلام ما کنیم خدا عمل توفیق عمل نیک بده خداوند ما را اتفاق نصیب کنه از بدترین عذاب خداوند که امو به اتفاقی است خدا ما را نگاه کنه و خدا ما را نجات بده. یک قصه چنگیز پادشاه افغانستان اصلا از مغولستان. بله. نظر بد این وقتی که یک منطقه را میگرفت مثال مراد خانی سفید و کلانش جمع میکرد میگه بیادر من ظالم هستم یا توبه نعوذ بالله خدا. خوب فکرتانه بی این مردم میگفت که اگر میگفت تو ظالم هستی همون منطقه را در میداد اگر میگفت توبه نعوذ بالله خدا امن مثال رسید باغلی مردان اوجا مردم که جمع کرد بی سفید پیش شد. گفت بیادر کی ظالم است؟ گفت صاحب خود ما. نفس خود ما طغیان کرد ظلم کرد. صحیح چی نکردیم بگو این آسان گفت حال حدث ما هر چیز بیان میکنیم مگم نه چرا خو اسلام هستیم. یک آیات شریف است نوشته است که شما از خدا بترسید. 100 جای آیات قرآن و من یتق الله فجعل له مخرج. یک بچه از افغانستان رفت امریکا تقریبا 20 سال میشه آل میلیاردر امریکا تایپ دلب بالا میشد ای که رفت امریکا امرای از این شیخ عرب یک جای شد. شیخ از عربستان آمده بود این بچه یک بسیار آدم دیندار و خوبه متقی اسلام بود. این شیخ ایره برد در دارالعلوم اسلامی شامل کرد در امریکا. خب وقتی که سبق خواند و خلاص شد بعد از او عرب رفت. چند سال بعد پس آمد خدا میترسید. گفت وقتی که لفت خالی شد یک گمی دختر ماند هیچ چنادی نگاه نکردم که سفید است سرخ چی است چی پوشیده. وقتی که برآمدم یام برآمد دستم گرفت. گفت از کجاسی؟ گفت افغانستان. گفت مسلمان هستم. گفت هیچ نگاه نکردی؟ گفت حالم نمیکنم. خب گفت بیا که بریم ما مسلمان میشیم چی بگویم؟ گفت تو نمیشه ساعت 9 شب یا 9 روز در فلانه مدرسه بر پیش استادم اونجا مسلمان و آدم رفت و دختر ساعتی که تعیین شده بود رفت ایمان آورد. چیزی که دارایی پدر بود او کس نداشت غیر مادر و پدر کلش به نام افغانستان به نام این بچه کد افغانی. خودتان فکر کنید حاله از خدا میترسیم. اگه یک آدم از خدا نترسه اون هر کار میکنه. تشکر پدر جان سلامت باشید. ما خوشحال زیاد میشیم از اینکه صحبت های شیرین شما را صحبت های ارزشمند شما را ما بشنویم و بینندگان عزیز ما بشنوه. واقعا گپای زدین هر کدامش یک کتاب بود هر جمله یک کتاب بود و خدا کنه دوستا پی ببرن به اینکه ما اتفاق نصیب شوه ما با اسلامی که واقعیت اسلام است به او عمل بکنیم. کل واقعیت اسلام در افغانستان از اول گرفته تا شروع کل مردم که پرسان میگه بهترین اسلام در افغانستان و 1443 سال شد که ما مسلمان است. از وقت خلیفه سیوم اسلام حضرت عثمان عبدالرحمن بن سموره قماندان جنگ بود ما را مسلمان ساخت. آل تال مسلمان پدر ما مسلمان پدر کلان و یک مذهب امام آدم 1.5 میلیارد نفوس جهان در مذهب امام آدم طیبه چیزی که نفوس است. ما باید شکرگزار شما بیادو مذهب بهترین مذهب بهترین کلمه بهترین نماز بهترین دین خود اسلام خواهم عمل بهترین دین نه نصاراستیم نه یهود نه بچه های خودم میمانیم که شود. درست؟ سلامت باشید. زنده باشید. ما بیشتر خوش میشیم که از شما مزاحم کار شما شد. یک جان سپاس پدر. یک جان سپاس. سلامت باشید. بخیر باشید. بینندگان عزیز واقعا صحبت های ارزشمند را داشتن پدر جان و عمو تجربه 20 ساله که داشتن همراه ما شریک کردن. قصه های بسیار شیرین قصه های بسیار آموزنده قصه هایی که تا حال نشنیده بودیم و قصه هایی که در این جامعه
گذشته، در افغانستان گذشته و هر کدامش واقعیت یک کتاب بود. من بازم یادآور میشم هر کدامش یک سمستر از پانتون ما بود و ما خوشحال میشیم از اینکه بیشتر بشنویم این صحبت ها را. ان شاء در آینده این صحبت ها را همراهشان ادامه خواهد دادیم. بخیر یک روز برنامه خاص را از صحبت های شیرین آجی صاحب به شما ارائه خواهد کردیم. تا گزارش دیگه شما را به خداوند یکتا و توانا میسپارم و بازم یادآور میشم که چینل ما را سابسکرایب کنین و این ویدیو را با دوستانتان شریک بسازین.